اول وارد پیکسار میشیم. مرحله 2 برچسب رو میزنیم و تایگر رو سرچ میزنیم و سوژمون رو انتخاب میکنیم. مرحله 3 شما باید مقدار وضوحش رو کم کنید که میخوایم چیکار کنیم؟ روی صورت سوژمون یه مطابقت بدیم. وقتی که مطابقت دادین، یعنی به طوری که چشمای ببری روی سوژمون بود، وضوحش رو زیاد کنید. مخلوط رو بزنید و رنگ پس زمینه رو در اونجا که نشون دادم اضافه کنید و اون پاکونه بزنید و اونی که اشاره دادم اونم میذارید که کلا محو بشه، چون میخوایم پاک کنیم که نصف صورت سوژمون این صورت ببره بگیره. مثل تصویر میایم این کار رو انجام میدیم با حوصله و دوباره برچسب رو میزنیم و یه دونه چشم زرد انتخاب میکنیم که قشنگ سوژمون خیلی خوشگل‌تر بشه، تصویرمون خیلی خوشگل‌تر بشه. خب وقتی میگه رو چشمش قرار میدیم، یکم اون وضوحیش رو کم میکنیم که طبیعی‌تر برسه، با پاکون بالاشو پاک میکنیم که روی پلکش نباشه. حالا برای همون طرف هم باید همون کارو کنیم، بریم دوباره اون چشم زرد رو بیاریم و این دفعه چون سوژمون اینجا تصویرش زیاد تاریک نیست، میایم وضوحش رو چیکار میکنیم؟ میذاریم، یعنی اون حالت روشن میذاریم که طبیعی‌تر به نظر بیاد. اگه انگلیسی که لایتر باید بذارید. دوباره پاکون رو میزنیم، اون بالا رو روی که پلک اومده رو حذف میکنیم که یکم طبیعی‌تر بشه، چون تصویر از راه دوره حالا زیاد خودش رو نشون نمیده و طبیعی تر میشه. حالا شما همین واژه رو سرچ کنید و یه تیکه کاغذ میارید، خیلی هم ادیت قشنگی میشه و ترند در واقع اینستاست. حالا من اینجا به درخواه خودم، حالا اینجا این یه تیکه رو میخوایم پاک کنیم، میخوایم پاک نکنیم، من پاک میکنم، کارم قشنگ‌تر در میاد. اینم از پای نهایی.